هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر ز پی زنجیر. سلام دوستای عزیزم، امروز میخوام راجع به زمانبندی خدا صحبت بکنم و اینکه چقدر بهش اعتقاد و ایمان داریم. من خودم شخصا خیلی به این زمانبندی ایمان دارم و معتقد هستم که خدا هیچ وقت دیر نمیکنه. ممکنه به مو برسه ولی پاره نمیشه. ولی خب به خاطر بی ایمانی و ضعفایی که ما خودمون داریم، همیشه توی اون لحظاتی که توی سختی و فشار میافتیم فکر میکنیم که خدا ما رو فراموش کرده و این لحظات سخت چرا فقط برای ما اتفاق میفته، یا یه چیزایی، یه فکرایی تو این مایه ها، حالا هر کسی برای خودش داره. ولی هنر تو اینه که هر زمان که آدم این فکر رو داره یادش بیفته که واقعا خدا هست و خدا حواسش به همه ما هست. یاد این مطلبی افتادم که میخوندم، تو اولین باری که بندگی میکنی خدا سالیان ساله که خدایی میکنه. بنابراین ایمان داشته باشیم که خدا هست و خودش میدونه که در چه زمانی چه چیزی برای ما لازمه. و من خودم باز شخصا معتقد هستم که درست اون لحظاتی که خیلی سخته، خیلی فشار هست، آدم داره رشد میکنه و قراره که یه چیزی یاد بگیری و شاید اگه یاد نگیری دوباره تکرارش بکنی، دوباره همین چیزایی که واقعا هممون همه جا میشنویم. واقعا من یه جورایی یادش گرفتم، ایمان بهش دارم، میدونم که واقعا اینجوریه. و درست در همین لحظاته که وقتی که آگاهی داریم، وقتی که در واقع این رو مد نظر داریم که خدا هست، اون لحظات سخت رو هم خیلی راحت تر میتونیم پشت سر بگذاریم. ولی خب همه ما آدمیم و من میخوام واقعا اینجا اینو بگم، چون خودم مثلا همیشه ناراحت همین مسئله هستم که چرا من نمیتونم توی اون لحظات بحرانی، توی اون لحظات سخت خودم رو جمع کنم، خودم رو در واقع کنترل کنم و بدونم تمام اون چیزایی که آموزه هایی که یاد گرفتم، اون چیزایی که تو کلمه میدونم، تمرینشون کردم، چرا تو اون لحظات سخت یادم نمیاد و باز هم فرو میرم توی ناراحتی، باز هم فرو میرم توی شکست، باز هم برام سخت تحمل اون شرایط و این یه چیزیه که میگم همیشه بهش فکر میکنم توی اون شرایط و دست و پا میزنم که از اون شرایط خودم رو بیارم بیرون. ولی واقعا اینو الان یاد گرفتم که اون زمانی که فشار هست، اون زمانی که ناراحتی هست، اون رو هم بپذیرم، اون رو هم زندگی کنم، تقلا نکنم برای اینکه زودتر ازش بیام بیرون. من همون مقدار رو نیاز دارم برای اینکه از یک مسئله ناراحت کننده بیرون بیام. اینی که روی خودم کار میکنم، اینی که تلاش میکنم بسیار خوب و ارزنده است، اما نباید خودم رو سرزنش کنم که چرا مثلا منی که اینو میدونم، منی که میدونم نباید مثلا ناراحت بشم، منی که میدونم همه چیز میگذره و هیچ چیز پایدار نیست، چرا برای مثلا یه اتفاقی که افتاده اینقدر ناراحت شدم. این کاملا انسانیه، یعنی قرار نیست که ما ناراحت نشیم، قرار نیست که ما فرو نریزیم، قرار نیست. همه اتفاقاتی که برای ما میفته کاملا انسانیه. و خب چیزی که منو قبلا اذیت میکرد این بود که خب من این همه کتاب خوندم، این همه مثلا فایل‌های انگیزشی گوش کردم، این همه کتاب‌های روانشناسی خوندم، شنیدم، پس چرا مثلا منی که این همه چیزا رو خوندم میدونم، ولی الان توی یک همچین مسئله‌ای انقدر ناراحت شدم، انقدر از نظر در واقع انرژی پایین اومدم، انقدر سطحم تغییر کرده و در واقع منو به یک نقطه خیلی خیلی پایین چسبونده که نمیتونم زندگی معمولی رو داشته باشم. و خب همیشه میگم از این رنج میبردم و فکر میکردم که این یه اشکالیه و خب من این همه مطالعه کردم که یه کار رو یاد بگیرم. اما الان که بهش فکر میکنم میبینم که واقعا انسانیه. یعنی من
چیزی یاد گرفتم، کتابی خوندم، خیلی چیزا رو سعی کردم به حافظم بسپارم، خیلی چیزا رو درک کردم. ولی من یه آدمم با تمام مشخصه های یه انسان و تمام احساسات یه انسان، و احساسات و روان انسان یک چیز بسیار بسیار پیچیده‌ای هستش که واقعاً فهمیدن و درکش توی همه شرایط بسیار مشکله. یعنی من فکر نمی کنم حتی غول‌های روانشناسی هم این ادعا رو بتونن بکنن که یک انسان رو کاملا میشناسن و میدونن که توی روانش چی میگذره. و من این توقع رو از خودم داشتم که خب حالا که من یه سری چیزا رو میدونم، من باید در مقابل رنج و ناراحتی خیلی مقاوم باشم و خیلی آگاه باشم و نذارم که در واقع سطح انرژیم پایین بیاد و ناراحت بشم. اما الان خب میگم یاد گرفتم که نه، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا انرژی آدم پایین میاد، ناراحت میشه، قصه میخوره، گریه میکنه، عزاداری میکنه، همه اینا هست. و اتفاقا چقدر خوبه که ما این کارها رو همه رو به موقع انجام بدیم، برای رنجمون ارزش قائل بشیم، برای اون گرفتاری، برای اون ناراحتی که توش هستیم زمان بذاریم. هیچ اشکالی نداره که آدم گریه بکنه، هیچ اشکالی نداره که آدم ناراحت باشه. فقط تنها مسئله‌ای که هست، آدم باید سعی بکنه، من باز طبق تجربه خودم میگم، که زودتر درک بکنه که توی چه شرایطی هستش و این شرایط چیه و بپذیره لحظه به لحظه این شرایط رو. یعنی حتی همون غم رو، اون ناراحتی رو، به هر شکلی، هر چیزی که هست بپذیره و با اون در واقع با اون غم کنار بیاد و بعد دوباره بلند شه و حرکت بکنه. با یه غمی فرو نریزه و کاملا توی اون غم فرو نره که فکر بکنه که آخر دنیاست. اصلا اینجوری نیست. ما اومدیم اینجا توی این دنیا برای اینکه یه سری چیزها رو تجربه بکنیم و اتفاقا اگه قرار بود که همش یه مسیری رو بریم که خوشحالی باشه، خوشبختی باشه، سفر باشه، چه میدونم تمام، اصلا آدمیزاد برای این ساخته نشده. به نظر من آدمیزاد برای چالش ساخته شده و چالش ها هستن که زندگی رو قشنگ میکنن. بالا پایین های زندگی هستن که زندگی رو قشنگ میکنن. اگر که ما فقط خواستار این باشیم که لحظات خوب داشته باشیم، اصلا دیگه در واقع نمیتونیم درک کنیم که لحظات بد چیه. همیشه خوبی و بدی کنار همه، شب و روز کنار همه. یعنی اگه شب نباشه ما روز رو درک نمی کنیم، اگه همیشه روز باشه خب پس دیگه چیزی نداریم برای درکش. ولی وقتی شب هست ما میتونیم درک بکنیم که روز روشنایی داره و به چه شکلی هستش. اگر غم هست ما میتونیم شادی رو احساس بکنیم و درکش بکنیم. اگه همیشه شادی باشه یه روتینه، یه چیزی که عادی میشه و دیگه اصلا مقایسه ما براش نداریم، هیچ اتفاقی برای روان ما باهاش نمیافته. ولی در واقع همون وجود غم هاست، وجود درد ها، رنج هاست که باعث میشه که ما اون شادی ها رو میفهمیم و درک میکنیم. برای همین میگم من فکر میکنم وظیفه هر کسیه روی خودش کار بکنه و بدونه که همه چیز در گذره و ما آدما اومدیم توی این دنیا، در واقع توی این جسم، و داریم زندگی رو تجربه میکنیم از طریق جسممون، از طریق این جسم، بدن فیزیکیمون داریم زندگی رو تجربه میکنیم. و برای تجربه زندگی ما نباید به یه چیز خاص بچسبیم و اصلا نمیتونیم بچسبیم، برای اینکه همه چیز در گذره. شب میگذره روز میشه، روز میگذره دوباره شب میشه، غم میاد، ما بی نهایت غمگین میشیم، فرو میریزیم، میشکنیم، خورد میشیم، ولی بعد دوباره باید پاشیم، حرکت کنیم، زندگی ادامه داره. لحظات خوب میاد، لحظات خوب رو جشن میگیریم، میخندیم، شادی میکنیم و بعد دوباره باز غم ممکنه بیاد و این مسیر زندگیه و ما در واقع این مسیر رو باید طی کنیم، باید تجربه کنیم. و چه خوبه اتفاقا آدم بره تو دل سختی ها، بره تو دل رنج ها،
من خودم حالا میگم تجربه شخصیمو همیشه میگم، اتفاقا قشنگترین لحظات زندگی بعد از کشیدن رنج ها اتفاق میفته و تا زمانی که شهامتش رو نداری که تو دل رنج بری، هیچ وقت نمیتونی اون لحظات رو تجربه بکنی. و میگم درست مثل اون دونه‌ای که وقتی که بذری کاشته میشه توی زمین بهش خوش نمیگذره، زیر فشاره، توی تاریکیه، باید تقلا کنه، باید زحمت بکشه یا خودشو برسونه به بالا. در واقع واقعا زحمت زیادی میکشه یه دونه. ما حالا دونه نبودیم تو زمین باشیم بدونیم که چه جوریه، ولی به نظر من اون دونه خیلی زحمت میکشه تا از دل خاک بیرون بیاد، خاک رو کنار بزنه و بیاد بیرون و نور خورشید رو ببینه و شروع کنه در واقع جلوی چشم ما رشد بکنه. اون رشدی رو که اون پایین داشته فقط شاید خودش میدونسته با خدای خودش، ولی بعد میاد بالا و جلوی ما رشد میکنه. درست مثل آدما وقتایی که توی تاریکی و ناراحتی هستن و گریه میکنن، قصه میخورن، خودشون تنهان خیلی وقتا و کسی زیاد از اون درد و رنجشون به معنای واقعی خبر نداره. ولی وقتی که شکوفا میشن، وقتی که سر از در واقع خاکشون بیرون میارن، سر از اون ماجرا، اون تاریکی ها بیرون میارن، اون موقع است که شکوفایی و رشدشون رو دیگران هم میبینن. خیلی خوبه که به در واقع زمانبندی خدا اعتماد داشته باشیم و بدونیم که اون اتفاقی که برای ما میفته بی دلیل نیست. حتما یک دلیلی پشت اون اتفاق هست که ما باید یه درسی رو یاد بگیریم. چون که میگم من باز به این شکل فکر میکنم که این دنیای مدرسه است. یه مدرسه است که ما هر روز یه اتفاقی رو باید تجربه کنیم توش، یه درسی رو باید بگیریم، یه درسی رو باید پاس کنیم و هیچ چیزم بی حساب کتاب نیست. من نمیدونم که الان اینجا جا داره اینو بگم یا نه، ولی فکر میکنم که مرتبط باشه این مسئله به این بحثی که میخواد باز کردم. تمام شبکه هستی، واقعا نمیدونم اسمشو چجوری بگم، کل جهان هستی، یعنی اون چه که تصورش برای من خیلی سخته که بخوام تمام جهان هستی رو تصور کنم، برای اینکه بی نهایت بزرگه. ولی همون بی نهایت بزرگ و اون چه که تو تصور من میاد همش به هم مرتبط و این واقعا بی نظیره. شنیدین میگن مثلا هیچ برگی بی علت نمیافته و همه چی تحت اراده خداست. واقعا همین جوریه. یعنی هر حرکتی که ما توی این جهان هستی انجام میدیم، هر اتفاقی که برامون میفته، ما توی این گسترده هستی که حالا مثلا اگه بخوایم تصورش بکنیم مثل یک تور بسیار بزرگ اگر فکر کنیم که پهن باشه تو کل جهان هستی، ما روی این تار و پودای این تور هستیم که هر کدوم ما، هر حرکت کوچکی از ما باعث حرکتی از این تور میشه. حالا اون چه که نزدیک این تور هستش راحت‌تر این حرکت رو میبینه و اونی که دورتره شاید نامحسوستر و دیرتر در واقع تحت تاثیر این حرکت قرار بگیره، ولی بالاخره میگیره. وقتی که من یه حرکتی میکنم و اطراف من تحت تاثیر این حرکته، همینجوری این حرکت ادامه داره و افراد دیگه، آدمای دیگه به همدیگه وصلیم، هممون به همدیگه وصلیم و این خیلی با شکوهه. وقتی که آدم اینو حسش میکنه دیگه اونقدر جدایی احساس نمیکنیم بین خودمون و دیگران و حتی بین آدمایی که اذیتمون میکنن، آدمایی که توی زندگیمون میان و در واقع حالا به روایت همین کتاب ها و متنایی که میخونیم اومدن یا درسی بهمون بدن و یا اینکه یه کاری رو برامون انجام بدن. برای همین
حتی به اونها هم احساس خوب پیدا میکنیم. یعنی دیگه احساس دشمنی باهاشون نداریم. احساس نمیکنیم که مثلا این فلان آدم منو اذیت کرده پس آدم بدیه. نه، آدم بدی نیست. اون نقش خودش رو بازی کرده. اون نقشی رو که باید در این پهنه هستی بازی میکرده. همه آدما نباید خوب باشن، همونجور که همه آدما نباید بد باشن. این همون شب و روزی که گفتم اگه آدم بد نباشه هیچ وقت آدم خوب مشخص نیست، اصلا دیده نمیشه دیگه. خب همه آدما یه شکل میشن. برای همین اون آدم باید اون نقش، اتفاقا من اینجوری فکر میکنم، میگم که واقعا دمشون گرم آدمایی که نقش بدی رو توی زندگیمون ایفا میکنن. واقعا ازشون سپاسگزارم که یه همچین نقشی رو پذیرفتن که توی زندگی آدم بازی بکنن و یک در واقع یه ضربه‌ای بزنن، ناراحتی رو ایجاد بکنن. و اینجوری هم که هیچ وقت ازشون ناراحت نیستم از اعماق وجودم. اون لحظه که تو اون اتفاق هستم اون اصلا به کنار، ولی بعدن که بهش فکر میکنم واقعا سپاسگزارم هستم. میگم چه خوب، چون اگه اینا نبودن، اگه اون اتفاق نمیافتاد، اگه اون کار، اگه اون آدم اون حرف و اون ناراحتی رو ایجاد نمیکرد، من الان اینجا نبودم. من درسمو نگرفته بودم. پس اون آدم اومده توی مقطع خودش، تو اون زمانی که باید بیاد تا به من درسی رو بده که لازمش دارم. و من اگه که اون درس رو بگیرم، بفهممش، یعنی که اون درس رو پاس میکنم. ولی وقتی نمیفهممش، بعد یه آدم دیگه باید بیاد اون درس رو بهم بده. انقدر این درس ها تکرار میشه تا بالاخره بفهمیش. اینجوری نیست که مثلا بگن خب حالا این درس رو که نمیتونی بگیری اب نداره، برو مثلا یه کلاس دیگه بشین. میگه نه، اینو این دفعه نفهمیدی، خب حالا یه جوری دیگه بهت یاد میدم. دیدی مثلا آدم معلمش رو عوض میکنه. معلم ریاضی مثلا میگه من با این نمیفهمم مثلا چی میگه، یه معلم دیگه باید بگیرم. یا زبان مثلا با یه اپی شروع میکنی به خوندن، یه مدتی میگه خیلی نمیفهمم چی میشه، بعد یه اپ دیگه. حالا جریان همین جوری. معلمه عوض میشه، آدمه عوض میشه، برای اینکه یاد بگیری که اون درس چیه. بعد که یاد گرفتی، اون موقع دیگه میری سراغ یه درس دیگه. اینجوری هم نیست که فکر کنی تموم شد دیگه، سختی ها تموم شد، حالا دیگه مثلا من این درس رو یاد گرفتم دیگه میرم و تموم میشه سختی ها، میرم حالشو میبرم. نه، یه جای دیگه، یه درس دیگه منتظرته که باز باید اونو پاس کنی. و چقدر خوبه که میگم این مسئله رو همیشه درکش کنیم، همیشه بدونیم که خدا هست و به زمان بندیش واقعا ایمان داشته باشیم، به کارهایی که میکنه، به اتفاقایی که برامون میفته. بدونیم که نظم جهانی پشتشه و هیچ اتفاقی نیست. واقعا هیچ اتفاقی نیست و هر آنچه رو که لازم داریم سر راهمون میاد و بهش میرسیم و باید پاسش کنیم. و این دیگه به خودمون بستگی داره که چقدر زرنگیم.